بالاخره رسیدیم به معرفی کتاب ملت عشق. ملت عشق از الیف شافاک و برای من از نشر ققنوس هستش و 510 صفحه است. من این کتاب رو 3 بار خوندم تو باز زمانی‌های مختلف، تو سال‌های مختلف و خیلی دوستش داشتم. کتاب ملت عشق از 2 تا داستان تشکیل شده. داستان اول داستان یه زنیه به اسم الا که 40 سالشه، خونه داره و ازدواج کرده و چند تا بچه داره. یه روز الا میاد وظیفه ویراستاری یه کتابی رو قبول میکنه. وقتی اون انتشاراتی میاد کتابو بهش میده، الا میخونه، زندگیش تغییر میکنه و اون کتاب ملت عشق بوده و با داستان شمس و مولانا آشنا میشه و وارد داستان شمس و مولانا میشه که داستان دوم این قسمتشه. یعنی کتاب 2 بخش داره. یه جاهایی داره زندگی الا رو پیش میبره، یه جاهایی داره زمانیه که مثلا الا داره کتاب ملت عشق رو میخونه و داستان شمس و مولانا داره پیش میره. 2 تا داستان توی یک کتاب. من به خودی خود نه نسبت به شمس نه مولانا نه مثلا شاعر خیلی احساس خاصی نداشتم و ندارم و خب بازم اون مقاومت عجیبه که خب من داستان شمس و مولانا رو بخونم که چه جذابیت داره. ولی وقتی خوندم حقیقتا خیلی دوست داشتم و اینجوریه که من عاشق شخصیت شمسم. یه بیخیالی و یه دایورتی عجیبی داره که حرف هیچ کس براش مهم نیست، چی به هیچی. من با اون شخصیت حال میکنم. یه قسمتی از کتاب که یه بخشی از نشونه که به حرف بقیه توجه نکنین رو شمس میگه. شمس گفت شاگرد مو قرمز، تو نمیتونی مرید من بشی. به اینکه دیگران چه فکری میکنن و چه نظری دارن خیلی اهمیت میدی. اگه اینطوری باشی انتقاد و حرف اونا نمیذاره تو هیچ کاری بکنی. به خیلی‌ها پیشنهاد کردم بخونن، به خیلی‌ها قرض دادم یا برای یه نفر هدیه گرفتم این کتابو و معمولا هم همه دوستش داشتن اکثرا. اگه منو یکم بشناسی و ویدیوهای قبلیمو کامل دیده باشی، این مدلی هستم که هر کتابی که خیلی معروفه یا هر فیلمی که خیلی معروفه و همه پیشنهاد میکنن که ببین و بخون، من خیلی مقاومت عجیبی دارم که این کارو نکنم. میگم خب معروفه باشه، من خوشم نمیاد، نمیخوام، نمیبینم، نمیخوام. بعد میبینم و میخونم و خیلی هم دوست دارم. اگه اسم این بیماری رو پیدا کردیم من بگی. یه بخشش احتمالا لجبازی میشه، مقاومت دیگه، نمیدونم. اولین بار این کتاب رو دانشگاه میرفتم. بعد خب دانشگاهمون نزدیک انقلاب بود. هر دفعه مثلا پیاده اگه جایی میرفتیم با بچه‌ها میدیدم بخرم نخرم، بخونم نخونم. گفتم حالا باشه بذار بخرم ببینم چه جوریه، شاید خوشم اومد. بعد خوندم، خیلی دوستش داشتم. بعد یه چند سال که گذشت، بر بار دوم یه روز کتاب رو دیدم تو کتاب خونم، گفتم بذار بخونم، حس میکنم یادم نمیاد، بذار دوباره بخونم. و بار دوم من اینو تو 24 ساعت خوندم. یه روز از صبح که پا شدم نان استاپ خوندم تا تمومش کنم. بار سوم وقتی بود که فیلم مست عشق اکران شد و قرار بود بریم اونو ببینیم. گفتم خب من خیلی از جزئیات کتاب یادم نمیاد دیگه و معمولا کتابا کاملتر از فیلمن، بذار یه دور دیگه بخونم که بر بار سومم خوندم و هر دفعه هم دوستش داشتم. قبلا همه میگفتن این خیلی کتاب خوبیه بخونین، پیشنهاد میکردن، معرفی میکردن. الان جدیدن نمیدونم چه داستانی درست شده، این همه این کتاب هیت میگیره. همه میگن نه نباید بخونین، هر کی کتاب ملت عشق رو میخونه کتاب خون نیست. یا مثلا یه سری کتاب زرد داریم که معمولا روانشناسی های زردن، این هم میذارن تو دسته اونا که مثلا اونا رو وقتی اونا رو نخونین اینم نخونین. اصلا چرا؟ چه ربطی به هم داره؟ این یه داستانه، یا بر اساس واقعیته یا بر اساس تخیلات نویسنده است. حالا اینکه ما خوشمون بیاد یا نیاد موضوع اصلا کاملا فرق داره با اینکه کلا این کتاب بذاریم تو دسته کتابایی که نباید بخونی. چرا نباید بخونی؟ اجازه بده نپذیرم. حالا اگه شما علتشو میدونین بیاین به منم بگین، اصلا چه ربطی داره. اگه خوشت نمیاد خب نیاد. نه یا بگو هر کی این کتابو میخونه کتاب خون نیست، هر کی این کتابو میخونه مثلا نمیدونم هر چی. مثلا میمونه که آقا مثلا من یه کتاب معروفی به عنوان مثال من کتاب بوفکور رو دوست نداشتم، بعد بیام اینجا بگم بوفکور میخونی؟ بوفکور هم شد کتاب، صادق هدایت هم شد نویسنده، هر کی اینو میخونه احتمالاً آدم توهمی مشکل داره. به من چه؟ من دوست نداشتم، تو دوست داشتی.
من صرفا میتونم تو پیجم نظر خودم رو بگم، نه اینکه دسته‌بندی کنم. ولی البته به جز کتاب سه دختر حوا خیلی سفت و سخت پاش وای میزم که نخونینش. نویسنده‌اش یکیه ها، ولی اونو اصلا ارزش نداره. بعضی کتابا خریدن و خوندنشون پول هدر دادن و وقت تلف کردن. خب بهتره اون کارو نکنی و کتاب بهتری به جاش بخونی. شمس تبریزی 40 تا قاعده داره که در حین این داستان این 40 تا قاعده هم گفته میشه. قاعده 14: به جای مقاومت در برابر تغییراتی که خدا برایت رقم زده، تسلیم شو. بذار زندگی با تو جریان پیدا کنه، نه بی تو. نگران این نباش که زندگیت زیر و روشه. از کجا معلوم که زیر زندگیت بهتر از روش نباشه؟ عشق نوعی میلاده. اگر پس از عشق همان انسانی باشیم که پیش از عشق بودیم، به این معناست که به قدر کافی دوست نداشتیم. اگه کسی رو دوست داشته باشی، با معناترین کاری که میتونی به خاطرش انجام بدی تغییر کردنه. ببین یه بخشی از این کتاب داستان عشقی که داره میگه، بیشتر حالا عشق به خدا و کلا شمس و مولانا یه حالت عرفانی طور داشتن دیگه. و یه نکته جالبی که من خودم خب راجع به رقص سما دیده بودم، ولی هیچی نمیدونستم که اصلا داستانش چیه، دلیلش چیه، چرا اینجوری میرقصه، ولی اینجا کامل توضیح میده. نمیگم این کتاب خط به خط داستان زندگی شمس، من چیز دیگه هم مثلا نخوندم در موردش، ولی در حدی که این تو هست و در حدی که توضیح داده شده به نظر من جذاب این کتاب. قاعده 37 شمس تبریزی: ساعتی دقیق تر از ساعت خدا نیست، آنقدر دقیق که در سایه‌اش همه چیز سر موقع اتفاق میافتد. نه یک ثانیه زودتر، نه یک ثانیه دیرتر. برای هر انسانی یه زمان عاشق شدن هست، یه زمان مردن. قاعده 38: برای عوض کردن زندگیمون، برای تغییر دادن خودمون هیچگاه دیر نیست. هر چند سال که داشته باشیم، هر گونه که زندگی کرده باشیم، هر اتفاقی که از سر گذرونده باشیم، باز هم نو شدن ممکنه. حتی اگه یک روزمون درست مثل روز قبلش باشه، باید افسوس بخوریم. باید در هر لحظه و هر نفسی نو شد. برای رسیدن به زندگی نو باید پیش از مرگ مرد. این تیکه هایی که الان خوندم که یه کوچولو حالا ادبی بود و فکر میکنی حالا احتمالاً جملات انگیزشی یا یکم قلم به سلم به شاید بود، یه بخشی از کتابه. یعنی بیشتر اون حالا قاعده های شمسه که این مدلی نوشته میشه، ولی کلا داستان یعنی به زبون ساده توضیح داده. خب اون قسمتی که کلا مربوط به شمس هستش و مال قرن 13 فکر میکنم، خب به نسبت مدل صحبت کردنشون متفاوت تره. اون قسمت هایی که راجع به الا از بوستون هستش که دیگه خیلی راحته، یعنی سخت صحبت نمی کنن. مثلا یه تیکه از متن کتاب رو میخونم که لحنش و نوشتارش رو بدونیم. حسام طلبه، قونیه شعبان 643. همینطور ماتم برده بود، حیرت کردیم. مثل بچه آدم تو اتاق نشسته بودیم و منتظر استاد بودیم که یه دفعه دیدیم شمس تبریزی وارد شد. مانده بودیم که چیکار کنیم، از بس چیزای وحشتناکی درباره‌اش شنیده بودیم، به خصوص از استادمون. وقتی دیدیم اونطوری جلومون سبز شد، ناخودآگاه ترس برمون داشت. اما رفتارهای شمس خیلی صمیمی و دوستانه به نظر می رسید. پس از اینکه یکی یکی به ما سلام داد، گفت آماده کمی با شیخ گپ بزنه. ترسیدم که نکنه حادثه بدی اتفاق بیفته. گفتم شیخ یاسین دوست نداره غریبه ها به مجلس درسش بیان. بهتره الان بریم، بعداً بیاید با خودش صحبت کنید. شمس گفت ای والله جوون، از اینکه هشدار دادی متشکرم، اما بعضی وقتا برای حل کردن بعضی مسئله ها لازم حادثه اتفاق بیفته. من که معرفی میکنم، من که پیشنهاد میکنم، اگه شما خوندین نظرتون رو حتما بهم بگین. یه چیز جالب بهتون بگم، الان قیمتش رو پشتش دیدم، 720,000 ریال، 72,000 تومان بوده. 500 صفحه کتاب 70,000 تومان. برین سرچ کنین ببینین الان چقدره.